You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. بریم که قرار 3 روز خوش بگذرونیم. من کافی من با خودم آوردم وگرنه سرم درد میگیره نخورم و خدایی. خب بچه ها رسیدیم. این از اولین ویلا. قراره 2 تا دیگه هم عوض بکنیم. خوبه، بد نیست. چه شامی درست کردیم. سوسیس تخم مرغ ویژه سرآشپز. میشه مامان، باد میشه. تیپشو فقط جانا. میگیره میزنه سفیدا میچسبه فقط یه چای مشکی. پدر و دختر رو مشاهده میکنیم. خوش و خورم ساعت 3 صبح دارن میرقصن. جاتون خالی قلیون آوردیم دم استخ. آقایی میخوام من تو استخ. ساعت نزدیک 4 صبح ما میخوایم بخوابیم. شب بخیر، یعنی صبح بخیر، ببخشید. صبح بخیر. اینا رو سانسور کنم. مایو، شورت و مایو های جانان و احمد رضاست. ساعت 10:30 تا الان خواب بودیم. البته بگم که دیشب ساعت نزدیک 5 صبح خوابیدیم. چقدر هوا خوبه. استخ بعدش رفتیم یه دوش گرفتیم. جوشای مجلسی من بزرگواری خودم بپذیرید. دیگه گفتم اصلا آرش مارش خبری نیست دیگه. فقط یه خط چشم زدم، مداد چشم و ابروم که بردارم بهشون صفا بدم آرش کن با یه روژلم. خلاص از جوشام که بگذاریم نکن. تازه از هم اومدم رفتم یه دوش گرفتم. بعد استخر اومدیم بیرون. جانانم که همینطور. آقا این چایی فقط با چی میچسبه؟ با شیرینی تازه که آقایون زحمت کشین رفتن گرفتن. یه شب تو بودیم تو این ویلا دیگه. اینجا رو تحویل بدیم بریم ویلای جدید برای امشب. ساعت 2 تکم 2. خب توی خونه کمال سالار. خب این ماشینشه داریم میریم. خب ما خونه نمیریم مامان. داریم میریم یه خونه جدید دیگه. آره خونه جدید دیگه. آره اینم چجوریه؟ خب برای امشب اومدیم این یکی ویلای مال منتظریم در رو باز کنن ببینیم چجوریه توش. آقا ظاهرش که خیلی خوبه. حالا باید بریم توش ببینیم چجوریه، تمیزه چجوریه. خب اینم از ویلا. میخوام برم همه جاشو بهتون نشون بدم. قشنگیش که خیلی قشنگه به نظر من. تا ببینیم دیگه داخلش چجوریه بریم توش بهتون نشون بدم. خب اینجا یه آله چیخه برای نشستن خیلی خوبه. اینجا استخرشه که سخت سربسته هست که از این برام باز میشه دیگه. سخت میشه. بریم بقیه جاشم نشون بدم. این قسمت که من خیلی خوشم آمد ازش حقیقتا. خوبه از ظاهر. حالا بریم توش هم نشون. توش بد نیست ولی خب قشنگ معلومه پارتی و مهمونی اینا میگیرن.
زدن داغونش کردن. اینجا خوشگله بچه ها، خیلی باحاله. دیگه بریم بالا رو هم بهتون نشونم. سقف بالا نگاه کنید، سقف پایین ببخشید، از بالا نگاه کنید چه باحاله. بعد نیست تمیزیش، آشپزخونه‌ش رو می‌بره دیگه، وسایل جمع‌جوری کار بزرگی تو خونه هست تو ماشین. حالا بریم بالا رو هم بهتون نشون بدم. جذابه، از این ویلا مدرن جذابه، ولی خیلی داغونه. از بس اجاره میدن برای مهمونی و اینا دیگه داغون شدن. اینجام که از این فوتبال دستی ها داره که اصلا بلد نیستن بازی کنن. اینجا یه سرویس ها، تو همه اتاقاش سرویس داره، بیلیارد و اینا همون شیشه هست که از پایین بهتون نشونم. خیلی ترسناکه، مخصوصا که نبینی یوروش اصلا نگام سکسه میکنن. 3 تا اتاق داره، این یه اتاقشه، این اتاقشو ما برداشتیم وسایلمونو گذاشتیم. بعد دیگه اینجا که همینطوریه، اینم یه اتاق دیگه‌شه که جکوزی داره. این سمتش هم که این اتاقش جکوزی داره، بعد ویویی هم داره البته که دیگه این اتاقو سارا اینا برداشتن، ما همون اتاقو برداشتیم. اینجا خیلی نور زیاده، نمیشه خوابید شب دیگه. اینم جکوزیشه که فعلا فکر کنم آب کمه خراب باشه کار نکنه. خب بساط نهارم داریم آماده میکنیم. یه ماکارونی مشکی خیلی خوب شده، مایش رو خفن سارایونم داره زحمت میکشه. این آقایون هم که میبینید اینجا دارن بازی میکنن. همه زحمت های سفر به دوش خانوم هاست، خیلی درست کرده اینا. نه یارو مگه شکر هم میندازی بکنم تو من بخوریم بزن دیگه. عجب چیزی شده، این دیگه هیچیش باقی نمونه. خانم که این سقف رو افتتاح کرد دیگه. منتظر یه سری از دوستامون اونا هنوز نیومدن، دارن میان. سردم هست کمان. یه ساعت تو راهه، یعنی یه اصفهان تو راهه. چه سوخت نه آدرس دور قضیه رو بهش وای بچه ها چقدر هوا خوبه، یعنی چقدر این چایی داره میچسبه به هم. خدا جانم که چیپس و ماست. بقیه چه مثلا این میشست کنارم، گفتم وزارتی. من از تهران باش تا خیابون تهران نو رو 3 دقیقه اومدم، این نشسته بود فقط اینو گرفته بود جیغ میزد. امروز اصلا قهوه نخوردم، یه نسکافه درست کردم، درست کردم که قش نکنم. این گوگلی خانمو فقط نگاه کنید، قربونت برم، اینو نگاه کنید فقط، جیگرتونو مانیا خوشگلا. آقایونو مشاهده میکنید. من یعنی نمیدونم قراره چقدر کپی رایت بخوره این یوتیوب، این چیز من، این ولاگ یوتیوب من پر آهنگ نمیشه، آهنگاش هم حذف کرد. ویلی میگه اینا دارن چی کار میکنن؟ ویلی داره تکون میده داره قبول نیست، سوخت. سلامتی همه دوستای عزیزم آب انگور. کمال
مثل سوار سرگاهی دیگر نیاید از قدیم بود تنوادی باناز میآید آی داداشی پای خوشی بتایی پلنگی ردم پوشی سارا دم منقله انقدر گرم و خوبه. لیمو بیارم؟ لیمو بذار لیمو بیارم. سلام، صبحتون بخیر باشه. من اولین نفرم که اینجا بیدار شده. صبح ساعت 9:30 صبح بیدار شدم. دیشب ساعت 5 خوابیدم، یعنی کلا 4.5 ساعت خوابیدم دیگه. بیشتر از این نمیتونم بخوابم. پر مگس اومدم بیرون نشستم تا بقیه بیدار شن. آبم قطع شده، برقم نیست. فکر کنم تایم 9 تا 11 اینجا برقش میره که باعث آبشم قطع شه. خلاصه که امروز میخوایم به احتمال 99% ویلا رو عوض کنیم و بریم به ویلای سوم، ببینیم چجوریه. تا بیدار شن صبحونه بخوریم، جمع جور کنیم، ببینیم چی میشه. نفری که بیدار شد جانان خانومه. سلام، قربونه برم. بودی بیا اینجا پیش مامان. در اتاقو بستی؟ قربونه تو پوتو بیا. سلام عزیز. به 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 جانا خانوم، جانا خوشگل مجله، عزیز مزیزه، جگمیگره، کرومی خانوم، جانان خانوم. خوابیدی؟ اون لباس کیه؟ لباس کمال آویزون کرده. خوشه. اگه خوش کردن نیست تو آفتاب ماما، تو آفتاب خوشه. سام بزنه بهش گرم شه خوشه. خود ببینه. تو مگه نگفتی بوی غذای خوشمزه میاد میخوام صبحونه بخورم؟ نوشابه میخواد.
داریم میریم ویلای سوم که اونو اینجا یکم فاصله داره، تقریبا 1 رو 20 دقیقه. آقا کی از این بستنی منگو نخورده بزنه که عمرش بر فناسا. کم کم داریم میرسیم. اومدیم ویلای شماره 3 جنگلیه، باحاله، پر درخت، از من خیلی دوست دارم. سلام. چقدر خوبه. بوزو جانو لیز نخور، اینجا لیزه. اون من که سرایی داریشه دیگه. باشه بعدا، الان نه. بیا جانم بیا، اونجا نرو. اینم داخلش، سالنش. دارن ایکس باکس آوردن، دارن بازی میکنن. اینم هامون. کدوم؟ آره من گوشتم براشون. اینم ویو صخره‌ست، آشپزخونه‌شه. بریم بالا هم نشونتون بدم. این برم سماور زغالی برپاست. میریم بالا. تیپ من فقط منتظرم بریم تو آب لباسم عوض کنم. بریم بالا بتونشونم. میریم بالا 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 بالا. این یه اتاقشه، این یه اتاقشه. اینجا بیلیارده. بازم سلام علیکم. استغفرالله. یه اتاق دیگه شون که حمومشه اینجا. بیلیاردش اینجا خیلی اوکی تر از جای قبلیه، خیلی. روف گاردن هم گفت یه شاهنشین داره، بذار نرفتم ببینم. شما نشون دادم. اینجاست، اینجاست. اینجا روف گاردن بیشتر. اوه چه قشنگه. جان بزنی؟ آره. من دلم سگ. ناس آروم ناس. تا رو نگاه کنید فقط. جنگلیا. داریم میز میچینیم اون بر تا حالا قبل نهار، تا وقتی نهار آماده شه. هوا عالی. جانا خوبه؟ آب گرمه یا سرده؟ خنکه؟ ولی یهو میاد این ور اون ور، هی میاد این ور، هی میره اون ور سگه. بفرستین آمد چند بده بیاد بابا کله راه نیفتاده. نسکافه میخوام، نسکافه. نخوری اونو. چقدر خوب شده از فنسر گذاشتی. آره خیلی خوب. اون در فقط باز نشه، رفت اون برا گرفتم. رفتی دیدی داری من اینجا برم؟ سکسانان همشون دارن. اونها رو داریم. از سامی رو داریم. سلام. وایس یه نفت بکشم بر. آقا فیلم ها رو بفرستید. بالا بسنه گوشید ساعت داره؟ بوریا چه عوضیه سارا نفاس شما مادر خیلی سریع.
خیلی خوبه. اوه سرد شده. با چیو بگم نگه سارا نگه. یه مسئول خدای خیلی خوشم میاد از کنم خدا به من برسونه. برنجه فکر کنم آماز تحلیل شد. نسوخته باشه. آقا بریم سر میترسم بیان این وقت جانم فقط برنجه میخوری دیگه. شما بشین. مدرسه رو سورپرایز کنیم. تولدش 3 مهر. سورپرایز انجام شد. احمد ازا بالا رو نگاه کن کجا رو میبینی؟ بشمارین 1 2 برام نه بگو من عقده داشتم پولدار نبودم یهو پولدار شد دیگه. گفتش انقدر ماشین عوض میکردم زیر قیمت میدادم ولی حالم خوب نبود. میگفت بهش حال خوبه خیلی مهمه. پولم داشته باشه حالت خوب نباشه. آنه بزن
جمع داری میکنی بازی ها؟ واقعا بابا چی دارم جمع میکنم؟ چشت کنم ببینم چی در میاد. یه زمان من میگم الان یه زمان برای احمد رضا بگیریم. بخش باز کنم برای ما خیلی آره نمیشه کجا سرچ کنم؟ بیشترف نمیمونی گوگل. تو کیشی گلستان از چت جی پی تی سوال کن. آره برم سوالاتمو بگم. میام دیگه یه جا آروم ممنون که تا پایان این ولاگ همراه هم بودی. لایک و سابسکرایب یادت نره. اینم از سفر 3 روزه و کوتاه ما به کردان.